مرد دارد، لهجه مردی که دارد بوی دوست عالم را میکشد تا کوی دوست. از ابو عامر خواستن که برو سر منبر نبی علیه السلام یک سخنرانی بکن. ابو عامر رفت گفت مردم شهر را جمع کنین. همه مردم شهر جمع شدن. این جوان هم در لیست این مردم شهر مدینه آمد در سخنرانی ابو عامر. وقتی در سخنرانی نشست ابو عامر چنان صحبت کرد، چنان از عذاب خدا و چنان از بهشت توصیف کرد، از رحمت خدا چنان گفت که این جوان آنقدر متحول شد زمینگیر شده بود، آنقدر گریه کرد که صدایش از کل مجلس بلندتر شده بود. صدایش بلند شده بود. از این حالت سخنرانی ابو عامر تمام شد. تمام شدن سخنرانی ابو عامر در همون زمان توبه کردن این جوان همون زمان حرکت کرد، به گریان آمد به سمت مادرش. وقتی به پیش مادر رسید گفت مادر جان